رپ حرام. اگر رپ حرام با همین حرامیش سون بوده که نه کاری خوب کرده بودم، یک کسی دست گرفته بودم، یک کسی یاردم کرده بودم. ما ده هزار بار خوب برکه این نصیحت حلال اینا بعضی ملای بالا بالا ده. شون امسی ای کاش همی گپات نمیگفتی و خودت شرمنده نمیکردی. از رپ سرایی تو درک داشتیم ولی از مفتی بودن تو درک نداشتیم. عجیب نیست یک رپ سرا میبروید در حلال و حرام پروردگار گپ میزنه و فتوا میدیه. رپ حرام هرگز خوب و بهتر نمیشوه، از پیش خودت فتوا نده. ببین کاری حرام چنان در خون و پوست و چسبیدگی است که از آن کندنی نداری، پروایی نداری که از کدام راه پول به دست میاری و عائلت هم میخرانی. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید بر مردم زمانی می آید که انسان پروایی نمی کند که از کدام راه مال به دست می آرد، از راه حلال یا از راه حرام. روایت بخاری. تو نصیحت ملاها را قبول نداری، پس آیا نصیحت پیامبر خدا را هم قبول نداری؟ در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید خداوند نماز را به طهارت و صدقه را از مال حرام قبول نمی کند. با اتفاق تمام علما و مجتهدین امت خیر و صدقه کردن از مال حرام گناه است، اما تو از پیش خودت فتوا داده میگویی که همین رپ حرام برای مرا سومی بته که کاری خیر کرده بتونم، یک از دستش گرفته بتونم، هزار بار ای همون نصیحت ملای بلبالده بهتر است. وای بر حالت که خیلی سخن زشت گفتی، بجای اعتراف کردن به گناه و توبه کردن چنین میگویی؟ از الله نترسیدی به همین گپ گفتگید؟ شما میخواهی که هر کاری گناه بکنیم و کسی دم نزنه. اون ملایی که تو را نصیحت کرده بلبال نیست، بلبال تویی که کاری حرام خودت حلال و بهتر جلوه دادستی. میگی هیچ که هستنی هیچ که جواب نمیگه. راست میگی، برای گناه تو من جواب نمیگم، ولی وقتی گناهی که تو انجام میدهی من بینم من نکردم البته جواب میگم، بلکه هر بیننده جواب میگه، خصوصا وقتی در پوبلیک برآمده همین خیل فتواتی. نصیحتتون رو در کیسه‌تون بزنید که چی بود؟ پای حیات خودتون شین. این بدترین سخنی است که گفتی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید بدترین سخن در نزد خداوند آن است که مرد مسلمان به دیگر بگوید که از الله بترس و او در جواب بگوید که کار خودت کن. نصیحتتون در کیسه‌تون بزنی میگی این چی معنی داره؟ من فکر نمی کردم که تو تا این درجه را از نصیحت بیزاری. حج رفتی آمدی خیال کردم خیلی اصلاح شده ای، ولی خطا کردم. الله هدایتت کنه و پیروی از حق برات نصیب فرماید که خیلی گمراه شده ای.